توف به این جذابیتم که چشم مردم رو کور کرده، مغازم رو نمیبینن. امروز یه مشتری هم نداشتم. کیه که داره به گوشیه نوکیا جین پلاسم زنگ میزنه؟ یوبسه یا شینل من نگوسه یا؟ چی میگی؟ از پیج انت کورین یاد گرفتم. الو کیه؟ منم کیه؟ منم پسرت. من که پسر ندارم، من حتی زنم ندارم. وای جین، باز یادت رفت قرار بود تو تبلیغ نقش پدرمو بازی کنی دیگه. آها چیا؟ خب چیه؟ پدر گوشیم به فاخ رفت، پول بفرست یکی دیگه بخرم. در جیب کتم پول اگر نیست شپش هست. پول ندارم. پول نداری؟ گوشی که داری، الان میام گوشی خودتا میبرم. الو گوشی قطع میکنی؟ بزنم بشت گوشی بره چشت؟ به کی رفته این پسری بیادب؟ ولش کن، یه کت شلوار جدید طراحی کنم بلکه یکی اومد خرید. شاید باید بدون جیب طراحی کنم که از آمار شپش ها کم بشه. میدونید به لباسی که جیب نداره چی میگن؟ نجیب. یا جوک ساختم. پدر کوشی آمدم تا از تو بگیرم گوشی. نکنه میخوای داره گوشی؟ بره من اینا. ای پدر هنسام، داشتم رو تار جدیدم کار میکردم. این چیه دیگه؟ کت شلوار نجیب؟ کتی که جیب نداره شلوارش کجه، بی خیال. میخوام بازی کنم با این گوشی. بازی با گوشی نوکیا کوک پلاس چه حالی میده. ایول بردم. شینیم بینیم با این گوشی نوکیا جین پلاسه، فهمیدی بچه؟ خودت خواستیم. ببین پدر، 2 تا راه داری، یا پول میدی برم گوشی بگیرم، یا ساکت شو پسر قند اصل بابا. نه یا گوشی تا میگیرم. کوک بیا اینجا بابا، کاریت ندارم. کور خوندی بندازمش. از این شوخیات نکن با پدره. مامان میدونه برای روز زن واسه مادر تو عمه کادو خریدی ولی برای اون نه؟ یا این پیامکو براش بفرستم؟ بده من ببینم. گوشی میخری یا بفرستمش؟ دستت نره رو دکمه ارسالو. یه چند کلمه بذار حذفش کنم. نه اضافه کنم. بده ول کن. مامان برای تو نخریده واسه این تموم شد. کوکون چه صدایی بود؟ کوک چه صدایی بود؟ فرستادی؟ وای باور کن دستم خورد. بدبخت شدیم. اگه مامان طلاقم بده چی؟ جین باز یادت رفت تبلیغه؟ اصلا زن نداری. وای آخیش خیالم راحت شد. ولی وایسا ببینم. پس این پیامک برای کی رفت؟ خب هوشنگ واقعا برات متاسفم. من صبح تا شب زحمت کشم کار میکنم، تمیز بشور بساف، و تو اینطوری لم میگه خاک بر سرم با این شوهر کردنم. واقعا از خودت خجالت نمیکشی؟ مرد به تو هم میگن شوهر آخه. قیافش نگاه کن، فقط بلد لم بده. این دیگه کی بود؟ پیامکه چیه؟ شماره ناشناس؟ چی؟ بابا برای خال زنی هستی؟ کارتا گرفته برای ای هوی